سلام، به کانال انیگما خوش اومدید. خب دوستان، تو این ویدیو می‌خوایم در رابطه با یه ربات ترند صحبت کنیم، در رابطه با ربات میجر که 2-3 ماه اومده و به شدت ترند شده. و توی بازی همستر هم اگه دقت می‌کردی چند تا کارتی میومد که اشاره به این ربات داشت و یکی از رباتاییه که تحت حمایت پاول دورف هستش. اگه دقت کرده باشی توی بعضی از ایردراپ‌ها مثل یسکون یا ایردراپ‌های دیگه علامت ستاره میاره. اون ستاره ها برای این بازی هستش، یعنی وقتی شما این ستاره ها رو تو این بازی به دست میارید میتونید تو ایردراپ های دیگه ازش استفاده کنید. یعنی مثلا تو بازی یس کوین میتونید اون از این ستاره ها استفاده کنید و به تسکاتون یا چیزهای دیگر رو ارتقا بدید. منتها ما چون تو کشوری هستیم که تحریم هست نمیتونیم از این استارا استفاده کنیم، ولی به جاش میتونید شما این تسکا رو انجام بدید، بازیاشو انجام بدید. زمانی که لیست بشه مثل ایردراپ داگز یا ایردراپ همستر میتونید سود خوبی ازش ببرید و این ربات رو سعی کنید بازی کنید، چون خیلی ربات معتبری هستش و مال خود تلگرام هست. حالا من یه توضیح مختصری در مورد بازی بهتون میدم. ببینید توی قسمت ارن یه تسکایی هست که مثل بقیه ربات‌های دیگه، مثلا دیدن توییترش یا نگاه کردن به یوتیوبش یا فالو اینستاگرام یا تلگرامش، شما میتونید با نگاه کردن اینا ستارهاتون رو زیاد کنید. و یه توی قسمت گیمزش یعنی بازی ها 3 تا بازی داره که شما اینجا 1 دقیقه نگه میدارید دستتون رو روی این قسمت ستاره و بهتون 885 تا سکه میده. و توی این قسمت یه اسپینی هست، اونو وقتی که میزنید میچرخه و براتون یه شانسی تعداد سکه رو بهتون میده که از اونجا میتونید تعداد سکه‌تون رو افزایش پیدا کنید. و بازی سوم سوایپ کوین هست که وقتی این بازی رو میزنید دستتون رو به این شکل ستاره رو جمع میکنید و به مدت 1 دقیقه وقت دارید هر چقدر میتونید سکه جمع کنید. فقط یه نکته‌ای که هست، باید هر 8 ساعت یه بار وارد ربات بشین و این 3 تا بازی رو انجام بدین، چون هر 8 ساعت یه بار این بازی براتون لود میشه. و یه کار دیگه که باید انجام بدین توی قسمت اینوایت، هر چقدر فرندای بیشتری رو اینوایت کنید میتونید بیشتر بازی ها رو انجام بدید و ستارهاتون افزایش پیدا میکنه. ممنون که ویدیوی ما رو تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.